سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. زنوزنی نو بین مهاجران این دفعه در مرکز شهر مسکو. خانواده حسن یادگوروف از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 400,000 سومانی طلب دارد. درامای دعوت ناصر چاپ شد. ساکنان کوچه دهلوی خط برق را تعمیر ولی روی کوچه‌مان را خراب کردند. دو کبوتر را از روسیه به تاجیکستان دپورتاسیا کردند. هلاکت مسافر در نتیجه به درخت برخوردن مرسدس. و اکنون تفصیلات خبرها. در اینترنت ویدیوی لحظه زنوزنی گروهی بین دهها مهاجر که روز 1 اپریل در یکی از ساختمان‌ها در مرکز شهر مسکو روی داده است نشر شد. در ویدیو دیده می شود که دهها کارگر در سر کاسک و در تن لباس‌های مخصوص کاری در محل ساختمان از گریبان یکدیگر می‌گیرند. تلگرام کانال 112 خبر داد که این زنوزنی روز جمعه 1 اپریل در محل ساختمان بنای استقامتی گرانبهای ژک سرس استالیتسه که در موضع شلپیخینسکای نابرژنیای شهر مسکو بین مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان رخ داده است. بنا به اطلاع این کانال در پی زنوزنی بیش از 100 نفر را به پلیس بردند. خبرگزاری های اینترفاکس و تاس خبر دادند که 120 مهاجر را بعد این زنوزنی به پلیس آوردند. این دو خبرگزاری نیز گفتند که مناقشه بین مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان سر زده است. سبب مناقشه هنوز روشن نیست. سنجش اولیه این حادثه ادامه دارد. تنها در 2 هفته اخیر این الکی دومین زنوزنی بین مهاجران از آسیای مرکزی در شهر مسکو است. طوری قبلا خبر دادیم در جریان زنوزنی گروهی مهاجرانی که شب 22 مارس در دهه سوسنسکای در منطقه نووی مسکو رخ داد 43 نفر بازداشت گردیده یک شهروند 23 ساله تاجیکستان را با زخم کرد از قفس سینه و پای راستش در بیمارستان بستری کردند. دادستانی مسکو گفت در پی این زنوزنی و کارت خوردن مهاجر تاجیک با اتهام سوءقصد کشتار پرونده جنایتی گشودند. به گفته دادستانی آنی که این زنوزنی را سر کرد دستگیر شده است ولی جستجوی نفری که جوان تاجیک را 2 کارت زد هنوز ادامه دارد. گفته می شود که دست کم 20 مهاجر در زمینه معیشی از گریبان یکدیگر گرفته در جریان زنوزنی از چوب و کلتک و حتی از کارت استفاده بردند. سبب زنوزنی روشن نیست. حالا مهاجران را برای اشتراک در زنوزنی ها می توانند از روسیه اخراج کنند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی های بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه و ایران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرامانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. خانواده حسن یادگوروف ساکن شهر ترسونزاده که برای شکنجه او 3 کارمند میلیسا محکوم به زندان شد از وزارت امور داخلی تاجیکستان 400,000 سومانی جبران ضرر طلب دارند. گلچهره خولمت و رهبر گروه یاری حقوقی ائتلاف ضد شکنجه روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت وضع سلامتی حسن در پی شکنجه کارمندان پیشین میلیسا بد شده است. او افزود که عریضه دعوایی را دادگاه نویه اسماعیل سومانی دوشنبه پذیرفته است و در نظر است روزهای نزدیک مرافعه‌های دادگاهی برگزار گردد. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی به رادیوی آزادی گفت تا حال هیچ معلومات رسمی در مورد دعوای جبران ضرر نسبت به حسن یادگوروف به این نهاد نرسیده است. بنابراین نمیتواند در این باره بیشتر صحبت کند. قبلا ماموران میلیسا که برای دست داشتن در شکنجه حسن محاکمه میشدند چنین اتهام را بی اساس میدانستند. حسن یادگوروف سال 2017 با اتهام کشتار بازداشت شد و پس از 8 ماه بعد یافتن قاتل اساسی او را رها کردند. وی بارها تاکید نموده است که زیر شکنجه سخت کارمندان میلیسا مجبور شد که جنایت را به گردن گیرد. 3 مامور میلیسا که با اتهام شکنجه یادگوروف زندانی شدند هنگام مرافعه‌های دادگاهی دست داشتن خود را در شکنجه و اذیت او رد می‌کردند. مفتشان گفتند آثار شکنجه در بدن این ساکن 38 ساله شهر ترسونزاده دیده می‌شود. شرافت نظیرقلوه مادر حسن یادگوروف میگوید آثار شکنجه تا هنوز
در بدن پسرش نمودار است. زانویش را باید جراحی کنند. از شکنجه در پای راستش بیماری کست ارتروز یعنی درد استخوان‌ها پیدا شده. آهن پای چپش نیز از جایش بیجا شده است که باید جراحی گذراند. بعد از محبس برآمدن زود نفسش میگیرد. در سرش زدند. بدنش ورم کردگی بود. پسرم به طبابت نیاز دارد، افزود او. مفتشان مقامات دادستانی شکنجه نسبت به این ساکن 38 ساله شهر ترسونزاده را تصدیق نمودند. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته 3 افسر میلیسا را برای شکنجه حسن یادگوروف از 10 تا 13 سال محکوم به زندان کرد. بر اساس حکم دادگاه کارمندان سابق میلیسا ایرج نعیموف 10 سال، سعید دولتزاده 12 سال و شیرعلی عزیزوف به 13 سال زندان محکوم شدند. قبلا نزدیکانشان در صحبت با رادیوی آزادی آنها را بیگناه دانسته بودند. این 3 کارمند وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده به گفته دادگاه از عهد وکالت‌های منصبی برآمده برای ساختکاری و شکنجه سال 2017 حسن یادگوروف را مجبور کردند که قتل دمیتری کریموف یک پیشخدمت را اعتراف کند. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگوروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ راست و قفس سینه دمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. پس از 8 ماه بازداشت قاتل اصلی پیدا شد و یادگوروف را رها کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بنا به قانون شخصی که دست به شکنجه میزند تا 15 سال از آزادی محروم خواهد شد. بعضی از حقوقدانها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکلات را پوره حل نمی‌کند. نشریات ارگراف درامای دعوت ناصر عطا میرخواجه را به چاپ رساند. آن به ازار 20 سالگی نابغه مشرق زمین شاعر و متفکر بزرگ تاجیک ناصر خسرو قبادیانی بخشیده شده است. درامای دعوت ناصر از 2 پرده و 6 نمایش عبارت بوده. سال 1994 به مناسبت 1000 سالگی ناصر خسرو نوشته شده. خود همان سال سزاوار جایزه آزمون دراماتورگان جمهوری گردیده بود. متن دراما از جانب مؤلف تکمیل و تحریر یافته بار نخستین در شکل کتاب به خوانندگان پیشنهاد می‌گردد. محرر کتاب دکتر علم‌های فلسفه کرامت الله عالموف میباشد. در معرفنامه دعوت ناصر گفته می‌شود که مؤلف در این اثر ضدیت‌های داخلی دولت سلجوقیان و تأثیر ناگوار آن به سرنوشت ناصر خسرو روشن اندیش را به رشته تصویر کشیده است. ناصر خسرو قبادیانی سال 2004 در شهر قبادیان که در قسم جنوب تاجیکستان امروزه جایگیر است به دنیا آمده است. ناصر خسرو ابتدا در زادگاهش و سپس در بلخ تحصیل کرده. الکی در سالهای 30 عصر 11 همچون شاعر و عالم زبردست نام برآورد. ناصر خسرو سال 1045 به سفر برآمده از عراق و عربستان و مصر بازدید کرد. او در جریان همین سفر که 7 سال دوام کرد به مذهب اسماعیلی رو آورد و بعد بازگشتش به تبلیغ همین مذهب مشغول شد. او به این دلیل تحت تعقیب قرار گرفت و به دره یمگون واقع در حدود ولایت بدخشان افغانستان امروزه پناه برد و تا دم مرگش در سال 1088 در همین جا به سر برد. اکثر اثرهای خود را ناصر خسرو در یمگون تألیف کرده است. نقش ناصر خسرو در مذهب اسماعیلی را پذیرفتن ساکنان بدخشان بزرگ دانسته می شود و اسماعیلی های بدخشان ناصر خسرو را همچون یک پیر طریقت مذهبی خود ارج و احترام می گذارند. همچنین یک نویه در جنوب تاجیکستان به شرف این متفکر بزرگ نویه ناصر خسرو نامگذاری شده است. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. یک گروه ساکنان کوچه دیلوی نویه شامنصور شهر دوشنبه با ارسال چند عکس به اداره پایگاه خبری بامداد به رئیس نویه شامنصور بلال ابراهیم مراجعت کردند تا به حالت به وجود آمده در این کوچه توجه کند. به گفته ساکنان راه کوچه دیلوی را بعد تعمیر خط برق در یک حالت خراب پرت افته رفتند. این خرابی ها به خصوص در اطراف مغازه نوردین بیشتر به مشاهده می رسد. ساکنان می گویند درباره حالت بد راههای کوچهشان به مقامات مختلف مراجعت کردند ولی مسئولان مسئولیت را به گردن یکدیگر پرتافته
مراجعت ساکنان را به قول معروف فوتبال کرده ایستادند. ساکنان امیدوارند که رئیس نویه شومنصور بلال ابراهیم شخصا به این مسئله توجه کرده لجام مقامات بی مسئولیت را که بعد تعمیر خط برق راههای خراب کردهشان را برقرار نکردند خواهد کشید و جهت درست کردن راه کوچه دیلوی تدبیر خواهند اندیشید. روز 4 اپریل سال 2022 در فرودگاه کلتسوو شهر اکاترینبورگ روسیه کارمندان روسلخوزنادزور و گمرک کلتسوو از کوشش به قلمرو روسیه وارد کردن 2 کبوتر از تاجیکستان پیشگیری کردند. بنا به اطلاع ریاست روسلخوزنادزور ولایت سوردلوف یک مسافر از شهر خوجند کوشش کرده است که در باغچه دستیش پرنده ها را بدون اجازت روسلخوزنادزور به قلمرو روسیه وارد کند. پرنده ها شهادتنامه بیطوری و یگان سند درباره بیماری گریپ پرنده نداشتند. روسلخوزنادزور میگوید این مسافر از تاجیکستان ترتیب به قلمرو اتحاد گمرکی وارد کردن پرندگان را ویران کرده است. با قرار روسلخوزنادزور به ورود این پرندگان به قلمرو روسیه اجازه داده نشد و هر 2 کبوتر را با پرواز نخستین به تاجیکستان پس فرستادند. مسافر از خوجند را بر اساس ماده 10 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه به جوابگری کشاندند. این بند قانون برای غیر قانونی به روسیه آوردن پرنده ها و حیوانات جریمه به مبلغ از 500 تا 1000 روبل را پیش بینی میکند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باز از یک صدمه مرگاور در راههای جمهوری خبر داد. بنا به اطلاع این وزارت صبح 4 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 08:20 راننده افت تمغه مرسدس بنز سعیدوف خوجندی سعید مرادویچ سال تولدش 1987 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد وحدت فیض‌آباد روغون در حدود شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنار راه برخورده است. در نتیجه مسافر افت مذکور سعیدوف حبیب الله سال تولدش 1962 ساکن دهه چمنزار شهر وحدت جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داد که روز 2 اپریل سال 2022 تخمین ساعت 12:00 راننده افت تمغه مرسدس حسنوف عالمجان دومولایویچ سال تولدش 1959 ساکن نویه غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد حدود نویه ورزاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ میرزایف مهراج سال تولدش 2017 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. متاسفانه نابالغ میرزایف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه همچنین راهها و ماشین های فرسوده از علت های عمده صدمه ها از جمله صدمه های مرگاور در راههای تاجیکستان نام برده می شوند. فضیلووا نصرت سال تولدش 2000 دانشجوی سال 3 کالج آموزگاری شهر خوجند. این دختر صحنه 30 مارس از شهر خوجند به سمت شهر دوشنبه رهسپار شده در دوشنبه بی‌درک شده است. تا امروز از او درکی نیست. از همه شما خواهش کرده می شود که اگر نصرت فیض‌الله و را در یگان جا دیده باشید و یا درباره کجا بودن این دختر معلومات دارید با این رقم ها به پدر و برادرش تماس بگیرید. 992 771 771 913 992 92 002 0594. تلبیف محمد طاهر استقامت کننده شهر دوشنبه از صحنه 1 مارس سال 2022 بی‌درک شده است. نزدیکانش میگویند وضع سلامتی او چندان خوب نیست. آنها از همه خواهش دارند که اگر کسی محمد طاهر را بعد 1 مارس در یگان جا دیده باشد و یا درباره کجا بودن او معلومات داشته باشد به این رقم زنگ بزنند. 992 981 0891. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان.
خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.